سلام دوستان. آقا ما بعد چند دست اومدیم یه کاستوم بوم بریم. آقا ما با زحمت دراب خریدیم، یه کیارمو کشیدیم، دیدیم یه اسکواد 3 نفره ریختن سر ما. حالا ما با یه کیارمو یه وی ام پی ما که نتونستیم کاری کنیم، اونا ما رو زدن مفری. حالا ما هم اینجا چی داشتیم؟ گان دراب، یکی 117 یکی هم کیارم. آقا اولین نفرشون رو که پیدا میکنی چی؟ با کیارم یه دونه میزنی زیر گوشش. آقا میبینی 2 نفر دیگه شون پشت را میفتن، اومده از پنجره میپری با این وای میسی، یه دونه بهش دمیج میدی. حالا نمیدونی کدومشون دمیج خورده، میگیری رو اون یکی میمیره، به اینم دمیج میدی. حالا برو دیگه میس بده تا فرار کنه. آقا ما دستمون گرم نبود، همش میس میدادیم. حالا اینجا یه ریلود میزنیم، یه وای میسیم آرمورون پرشه راششو میدیم، یه دمیجی که به ما داد دوباره هی میس میدیم. آقا من نمیدونم میس دادن چیه. آقا اینجا گانو میکشی، با گان میگیری روش، بعد کیارمو در آوردی یه دونه میزنی تو صورتش. یارمو خواست کیلدوزی کنه نتونست، اش کردی ساب کن.